من اسمم سمیه، پدرم امین الله. به مکتب میرفتم، صنف 7 بودم. در روز بمونده بود که امتحانا سالانه نخو بودم که برم صنف 8. من عروسی که بکردم دیگه نگذاشتم. هرچی که من گفتم میرم به مکتب میرم. امی خسور ما خوشی ما همگی گفتن که اگه تو بری به مکتب ما کارا مارکی میکنم، موتور بخریدیم و نمقدارمو. هم که میگفتم میرم مکتب و شومه و خوشومه و همه من میزدن که تو نمایی که بری به مکتب. بعد از عروسی هم می شوهر معقول بدور مادر پیش میکرد، پیار پیش میکرد، این مرمی زد دو میداد. باز همه به پدر مادر خود چی نمیگفتم، به هیچ کسی چی نمیگفتم. باز هم به مو رقم تیر میکردم. خود اینا که همه بی سوادن، این هم گفتم ما تو رو نمیگذارم مکتب، اگه تو بری کارا مارکی میکنه. 15 نفر بودن، همینجا دیگ به سر دیگ دون بود و همیته هم خونه نامیته اونی. اگه بشه شما بریم نگاه کنه خیلی خونه گندی هم دارن. از من 2.5 لک بود پیشکش من. به می 2.5 لک اون خدا شاهده که پیهن من همال 2 لک 3 لک به خونه نمال کرد. بستره بداد، طلا به من بداد، هرچی به من پدرم بداد. نه من هرچی میزدم به مشت و به لغت و به چپات که ایتا مثلا اثر یا نمونه به جان به شلاق ایتا چیزا نمیزدن که اثر بمونه. همیتا به مشت و لغت و هردم من میزدم و دو میدادم فاش میگفتم. مکتب خوب همه می دوران طفولیت خورد از حالا چی میخوایی؟ من مکتب خوش دیدم که باز هم به می دلیل من میگم سرا مرتیبا کنه ما طلاق نمایم. میگم سرا خونه مرتیبا کنه، همه رخت لباس ما همه چیز هم تکمیل باشه، چی از اینا کم نباشه. ما باز هم ادامه زندگی میدم. از وقتی که شما آمدیم بعد از پدرم خیلی جنگ دعوا میکرد و چه کردیم بندی شد. 2 سال میشه که بندی شده. بعد از او فعلا هم 4 ماه میشه که بندی شده، یعنی 2 سال بندیگیری حفظ دادم برای و همه کردم طلاق هم بگرفتم از خشاخ اینا. اونا هم دارن زندگی خور میکنم، من زندگی عادی خور شروع کردم. خیاطی میکنم. من مادر من یک براری دارم، برار من فعلا به شرکت مایه بره کار میکنه دیگه کسی نی از ما که مثلا نوار خونه ما فقط مانه. اول خدا بعد از ما برار مینه کلا نمینه. پدر ما کارم نمیکرد. بله فعلا بیتر شده. حالا که پیام نیم خب کل بیتر شده به خاطر از اینکه پیام که به جنگ دعوا میکرد و چه میکرد. پولی که ما خیاطی کردی از ما میسون به این واسه از اون لحاظ خیلی خوب. خونه دیگه مخیطی مانه که مثلا پرانه که بیارم 200 چه 300 چه 100 روپشه. فعلا به می محل ما به می کوچی که ما داریم زندگی میکنه 5-6 تا خیاطیه. ایدنی که فقط ما باشیم به خاطر از اینکه ما نادارتریم و ارزونتر میدیزیم برای ما خیلی میارم بیشتر خیاطی و پیشمانه. فعلا که از مکتب چیزی گفتن چون که تصمیم قطعی ندارم که برم از دارالحفاظ دیگه دیپلم خور میگیرم و دارالحفاظ وا میکنم. نه ما عکس‌ها ما خریجه ببینم گناه نداره.